سلام بچه، اومدیم تو این ویدیو آموزش بدم چجوری اکانت خودتون رو چنجش کنید. اول میایم داخل گوگل، میزنیم اکتیویژن. بذاریم من سرچ کنم. بعدش که تم شد جستجو رو میزنیم، همون اکتیویژن خالی، اولین سایتی که اومد میزنیم روش. میمونیم تا لود بشه، بالا بیاد. صبر کنیم یه خورده، بعضی وقتا بیشترم طول میکشه. اینجا تو قسمت اول ایمیل رو میزنیم، تو قسمت دوم رمز رو میزنیم. من اینجا یه خورده سانسور میکنم. حالا ایمیل من لو بره البته چیزی نمیشه، ولی میتونم عوضش کنم دوباره. مثلا کسی اومده باشه تو اکانتتون، کاربردیه که عوضش کنی. این روی قسمت من ربات نیستم میزنیم، معمولا وسیله میاره، مینویسه مثلا ماشینا رو پیدا کنید که ثابتش ربات نیستی. بعدش روی اون گزینه زبانم خوب نیست، سیگن آنه رو اون کلیک میکنین، روی بیسیک اینفو کلیک میکنین، گزینه دومه. بعدش اینجا با 2 تا گزینه کلا کار دارین، ایمیل و یه نص اونجا ایمیلتون هم نوشته، میزنین روی اون. بعدش میزنین سند کد، یه کد میاد به اون ایمیلتون، اونو باید واردش کنین. اینو یه خورده صبر میکنیم، برای من نگاه کنیم پیام اومد. این قسمتی که الان زیرش خط میکشم، نه اونجا یه کد نوشته معلومه قشنگ، الان من واردش میکنم، دوباره میتونین برگردین نگاه کنین. آها گیج شدم، اینجا چند بار اشتباه زدم. الان کد رو وارد میکنم. وارد کرد. کد دیگه، کد نوشته جلوش 2 نقطه گذاشته، اون کد رو اونو وارد میکنید. ارسال کنید و میزنین گزینه آبی رنگه، بعضی وقتا هم انگلیسیشو مینویسه. اینجا تو دوباره رو بیسیک اینفو میزنید، اینجا رو جیمیل ادیتو میزنید، بعدش اون پایین جیمیلتونه، اونو پاک میکنین. جیمیلی که میخواین روی اون جیمیل سیوش کنید اونو میزنید، جیمیل اصلیتون نه، جیمیلی که میخواد اکانتتون روی اون باشه. تموم شد که این پایین 2 تا گزینه است، اینجا نیو پسورده، پایین نشم میگه پسورد تو تکرار کن، پسورد جدیدته، دوباره هم باید همون پسورد رو پایین بزنی، همون چیزی که بالا نوشته اونو پایین میزنی. پسورد باید مرتبط باشه با پسورد ایمیلی که میخوای روش چنج کنی. اینجا هم باید ایمیل قبلیت گذرواژه‌شو بزنی، ایمیلی که اکانت روش چنج بوده، نه اونی که میخوای الان چنج کنی. من اینجا اشتباه زدم، پاکش کردم، دوباره دارم درستش میکنم. آره اینجا من اشتباه زدم. روی اون که زدی چنج شده، بعدش دوباره پایین میای، روی اون گزینه آبی کلیک میکنی، دوباره بارم همینجا میزنی رمز جیمیل قبلیت. اوکی، حالا همه چی تمام شده و ویدیو ما به پایان رسید. همه چیز رو تمام کردیم. فعلا خداحافظ.